خب برای ترک‌های عمیق و جایی که خیلی گود هست، مثلا این قسمتی که ما مال آینه بود و سنگشو درآوردیم، این قسمت ها حتما باید گچ بشه. حالا گچی که می‌خوایم بسازیم به چه صورت؟ بیا نزدیک. توی سطل یا ظرف دیگه میتونید درست کنید به مقداری که نیاز دارید. آب میریزید. الان اینجا من فعلا خیلی آب نریختم و گچو به این صورت در حد 2 تا مش میریزم توی آب و خوب پنجه میزنم. بیا نزدیک تا خوب مشخص. این باید خوب پنجه بخوره. در حد یک تقریبا 4-5 دقیقه بهش زمان میدیم و بعد که گچمون آماده شد شروع میکنیم به کار کردن. گچمون تقریبا آماده است. ببینید حالا یک کمی دیگه بهش زمان میدیم که یه ذره دیگه سفت بشه تا شروع کنیم به پر کردن ترک ها و جای عمیق. مثل این قسمت ها چون زیرش گچ هست، حالا اگر که ما یه آبی هم بپاشیم چسبندگی گچ بیشتر میشه. جایی که خاک هست که دیگه حتما باید قبلش آب پاشی بکنید و بعد بیایم و گچمون رو اجرا کنیم. حالا اینجا من یک فرچه آب بهش میزنم. برای اینکه چسبندگیش بیشتر بشه. خب این گچمون دیگه تقریبا آماده است. گچ برمی‌داریم به این صورت و روی لیسه می‌ذاریم و می‌ذاریم داخل سوراخ. خوب فشار بدید که داخل سوراخ خوب پر کنه. برای صاف کردنش دیگه میتونید از بتونه استفاده کنید. بله. برای پر کردن حتما گچ استفاده کنید. گچ هم سعی کنید مقداری که نیاز دارید درست کنید. خیلی درست نکنید چون خیلی بهتون زمان نمیده. این گچ خیلی زود خشک میشه. و میتونیم بگیم تقریبا تنها عیبی که این گچ داره اینه که خیلی زود خشک میشه و برای همین ما بیشتری باید بتونه استفاده میکنیم. برای خب بتونه به درد سوراخ عمیق نمیخوره. روش دیگه با بتونه صاف کنیم. این ترک و این جای چوب لباسی یا هر چیزی که به این صورت هست اینا میتونم. حالا من گچ دارم میتونم گچ استفاده کنم. ولی مثل اینا عیب و ایرادی نداره. اگر که با بتونم پر کنید مشکلی نداره. حالا اینا من چون گچ داشتم از گچ استفاده میکنم. این قسمت ها به این صورت اگه بتونه باشه باید به این صورت کامل بتونه. و توی بتونه کاری باز بهتون کامل یاد بدم. هیچ سختی نداره، فقط باید کار کنید تا دستتون بیاد. اینا دیگه روش با بتونه صاف میشه. ببین اینجا الان جای سوراخ، اینا بهتره که با گچ پر بشه. جای دیگه هم به همین صورت گچش میکنیم مثل جایی که عمیقه و بعد دیگه گچ کاریمون تموم شد میریم سراغ بتونه کاری. برای مرحله بتونه کاری ما نیاز داریم به پودر بتونه کناف و مقدار آب. ظرفمون رو توش آب می‌ریزیم به مقداری که نیاز داریم. حالا این یکم زیاده، من یکم کمش می‌کنم آبو. بعد پودر بتونه کناف رو خواستید استفاده کنید حتما اول به این صورت پخشش کنید و بعد به این صورت می‌ریزیم توی آب. اینقدر ما این پودر کناف می‌ریزیم که روی سطح آب کامل بپوشونه. ببینید به همین صورت نشون بده خوب قشنگ. ببینید الان هنوز نیاز داره چون آب روی بتونه هست و ما انقدر میریزیم که دیگه آبی نمونه. آروم آروم فقط بریزید و اصلا عجله نکنید. خب این الان تقریبا آماده است. حالا ما 1 دقیقه تا 2 دقیقه بهش تایم میدیم که خوب خودشو بگیره و این پودر کناف خوب حل بشه توی آب، گوله گوله نشه و بعد از 1 تا 2 دقیقه شروع می‌کنیم به هم زدن و شروع می‌کنیم به
اجرا روی دیوار. بیا نزدیک. حالا ما چون تایم نداریم شروع می‌کنیم به هم زدن. ولی شما حتما 1 دقیقه تا 2 دقیقه بهش تایم بدید. میتونید هم نزنید. بعد از 2 دقیقه که تایم بهش دادی دیگه پوت آماده به کار هست. ولی اگه زودتر بخواید هم بزنید بعد کامل هم بخوره که حالت گلوله گلوله نداشته باشه. خب این الان تقریبا آماده است. بتونیم ما حالا شروع می‌کنیم به زدن روی کار. بتونه رو که آماده شد برمی‌داریم و ترکامونو جایی که ترک بود رو بتونه پر می‌کنه. به نزدیک این ترکی که الان روی دیوار هست ببینید بتونه رو به این صورت به این و روی کار می‌خوابونیم و جمع می‌کنیم. ترکایی که به صورت عمودی هست به این صورت پر نکنید چون پر نمیشه. اول به این صورت به صورت افقی بخوابونید روی کار و بعد جمع کنید. این سوراخ‌های ریز اینا همش باید سنباده بخوره. حالا تو مرحله سنباده خوردن اینا هم سنبادهشو می‌زنه. اینا همش به همین صورت بتونه کار بشه. برای اینکه اشتباه هم نکنید از یه دیواری قسمت رو بگیرید برید جلو، تموم که شد باز برید قسمت بالا. هر جایی که می‌بینید کوچکترین سوراخی هم هست حتما به جایی هم که دست میرسه ما می‌گیریم همینجوری بریم جلو. یعنی بتونه رو بخوابونید و بعد جمع کنید. این دیوار باید 2 دست کامل بتونه بشه. حالا این قسمتایی که نیاز به گچ داره که گچش می‌کنیم و قسمتایی هم که نیاز نیست بتونه بشه. این لبه ها اگه خواستید درست کنید به این صورت بتونه رو می‌خوابونید و به این ور جمع می‌کنید. حالا اینجا چون پرایمر ببینید یعنی پرایمر نخورده و یا کنید بتونه به چه صورت روش جمع بشه. این بعد بتونه پرایمر بخوره که بتونه روش بگیره. به این ور گوشه‌های دیوار این گوشه‌ها اگر که ترک داشت با انگشت به این صورت بتونه روی انگشت بذارید و توی گوشه می‌خوابونید. جایی که سوراخ زیاد هست اینجا بگید مثلا شما می‌خواید اینجا بتونه کنید زیاد سوراخ داره بتونه به صورت کامل بندازید جمع کنید. بتونه رو بندازید جمع کنید. این کارو بهش میگن ماستیک کردن. ماستیک یعنی بتونه پایین تا بالا انداختن کلا بهش میگن ماستیک. اینجا که قسمتش گچکاری شده حالا اینجاش مونده یه ذره بتونیم خوابونیم. این ترک میگیریم اینا همش تو مرحله سنباده زدن صاف میشه. این سوراخ‌ها رو اینا با یک دست بتونه جواب نمیده. این بتونه الان تو میکشه و ما با یه دست دیگه هم بتونه کنیم. این ترک رو دوباره این لبا رو به این صورت میندازیم و از این طرف جمع کنیم. این کارا رو کلا 2 دفعه باید ما انجام بدیم. یعنی بتونه انداختن باید 2 دفعه دو مرحله انجام بشه. یعنی گوشه بگیم این از بیرون بتونم میندازید توی کار به این بر از این طرف جمع نبشه کار رو به این صورت صافش کنید. خب این بتونه کاری یا کامل انجام میدید پایین و بالا. خشک شد دست بعدی بتونه رو به همین صورت انجام میدید یعنی 2 دست کامل و بعد میریم برای سنباده زدن. خب رسیدیم به مرحله جذاب کار، مرحله سنباده زدن یا پوستاب زدن. من گفتم توی اول توضیحاتم ما به یه پوستاب نیاز داریم. پوستاب اونم یا 150 یا 120. ببینید پوستابی که تهیه می‌کنید پشتش شماره زده پی 150 یعنی 150. برای اینکه پوستاب بزنیم یا سنباده بزنیم حالا ما بهش میگیم سنباده ولی خب پوستاب بهش میگیم. باید اول پوستاب اونها از وسط به 2 نصف تقسیم کنیم و بعد همون 2 نصف رو بیایم 3 قسمتش کنیم. ببینید به این صورت پوستاب دو تا لبه‌شو از داخل می‌ذاریم روی هم. به این صورت تا میزنیم. یه ورقش رو میذاریم کنار. یه ورقش هم به این صورت به 3 قسمت ببینید از پشت. دفعه قبل از تو بود این دفعه از پشت. این شد 3 قسمت. یکی این وره، یکی هم این وره، یکی هم که این طرف. و شروع میکنیم به سنباده یا پوستاب زدن. میذاریم روی کار به این صورت. دستمون میذاریم روش کسی دست در نره. و خیلی آروم به این صورت شروع میکنیم به
پوستاب زدن. این پوستاب زدن چه کمکی میکنه؟ باعث میشه که کارمون صاف و صیقلی بشه. اون دوندونایی که از حالا بتونه مونده روی کار یا از قبل روی کار مونده، توی مرحله دیگه کاملا از بین میره. از یه دیوار شروع کنید که اشتباه نکنید، جای جا نندازید. خیلی مرحله مهمیه، باید کامل همین سنباده بخوره که کارمون خراب نشه. به جایی که دست میرسه رو میزنیم، بعدم قسمت بالا. خیلی هم نباید محکم بزنید که روی دیوار خط و خش بیفته. همینقدری که اون زبدی‌های دیوار از بین بره کافیه. به همین صورت ادامه میدید، کل کارو دنبال میدید. خب حالا برای اینکه وقتتونم تلف نشه، این شد مرحله سنباده کاری. سنبادمون رو میزنیم و بعد میایم روش جارو میکشیم که خاکش کاملا قطع کردی، خاکش کاملا از بین بره. و بعد اینکه خاکش رو گرفتیم، روی جایی که بتونه کردیم حتما یکی از نکته‌هایی که دقت کنید، جایی که بتونه زدیم و سنباده زدیم حتما باید روش شید از پرایمر اجرا کنید. دیگه بعدش میریم واسه رنگ.